خودکشی منیژه جمال به خاطر عروسی اجمل حقیقی در پاکستان. اجمل حقیقی در پاکستان با کی ازدواج کرده است؟ همسر اجمل حقیقی کی بوده است؟ حالت بد منیژه جمال در شفاخانه در اسلام آباد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان با شما را خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. اجمل حقیقی مدل موفقی افغان یکی از چهره‌های مشهور رسانه‌ای کشور بوده است. اجمل حقیقی از ولایت پکتیکا بوده است. پدر و مادر پشتون دارد، ولی اجمل حقیقی در ولایت کابل بزرگ شده است. از مکتب حبیبیه فارغ شده است. تحصیلات دوره لیسه را به وجه احسن به اتمام رسانید. وی در دانشگاه کابل در رشته هنرهای زیبا کامیاب شد، ولی علاقه فراوانی که به رشته ژورنالیسم داشت، وی در یکی از پانتون‌های خصوصی در کابل رشته ژورنالیسم را به پایان رسانید. در افغانستان چینل یوتیوب داشت و امروزه برنامه‌های مختلفی برای دوستداران و طرفدارانش از طریق چینل یوتیوبش نشر می‌کرد. اجمل حقیقی مدل موفقی افغانی بود که دختران و پسران بیشماری نزد اجمل حقیقی مدلینگ می‌کرد. اجمل دوباره فرهنگ زنده‌سازی لباس‌های افغانی را به تمام مردم افغانستان انجام داد. طرفداران و علاقه‌مندان هنری و رسانه‌ای خاص خودش را داشت. وی بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان مدت 6 ماه زندانی شد. اکنون اجمل حقیقی در پاکستان زندگی می کند. وی با یک دختر پاکستانی قرار است ازدواج کند. این کار باعث خشم و قهر منیژه جمال شده است و به همین خاطر منیژه از چینل یوتیوب اجمل حقیقی اخراج شده است. اکنون وضعیت صحی منیژه جمال از طرف دوستان و اقاربش خیلی نگران کننده بیان شده است، ولی من آرزوی موفقیت، خوشبختی و سعادت برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان تمنا دارم. تا درودی دیگر امیتان را به الله منان سپرده، موفق و کامگار باشید.